در دوشنبه مولد مومن قناعت و لایق شرالی دو شاعر شناخته حوزه ادبی فارس و تاجیک را تجلیل کردند و پیشنهاد گردید که 20 می روز شعر تاجیک عنوان شود. یک گروه اهل ضیا، شاعران و نویسندگان، حافظان و روزنامه‌نگاران، استادان دانشگاه و دانشجویان، اینچنین هواداران شعر و غزل در کنار آرامگاه مومن قناعت و لایق شرالی جمع آمدند. اینجا نه تنها پیرامون زندگی نامه این دو شاعر سرشناس حرف زدند، بلکه از مقام بلند آنان در مقیاس کشورهای پساشوروی گفتند. و همه فارسی زبانان دنیا امروز استاد لایق میآموزند، میخوانند، میدانند، با افتخار نامشان را به زبان میگیرند. استاد لایق در حقیقت برای ملت ما، برای زبان فارسی، زبان مادری ما، زبان تاجیکی و برای تربیت جوانان، برای وطن دوست شدنشان، برای زبان و ملت دوست داشتنشان، برای تاجیکستان ما، برای مادر، شعرهایی که استاد لایق گفتند، در حقیقت این شعرها همه شعرهای جایزه دار هستند و سال یک تصمیم گرفتم که این سنگ استاد لایق نو میکنم سال آینده خواهد. اینجا از نقش بارز مومن قناعت در تربیت نسل نوی شاعران تاجیک بخصوص لایق شرالی حرف زدند و گفتند که قناعت گوهرشناس بود و لایق را به کمال رسانید. اگر ای دوستان اهل صفایید به درد شاعران گر آشنایید، اجل چون چشم شاعر را بپوشد شما دیوان شعرش را کشایید. این یکی از دو بیت‌های زیبای استاد لایق است که البته برای اخلاصمندان خود در هنگام حیات بودنشان گفتند. به چه خاطر شعر استاد لایق ورد زبان است؟ به آن خاطر که آن کس توانستند که درد مردم و درد محبت و درد عشق را بگویند. بعد مرگ لایق شرالی همه ساله محفل لایق خانی برگزار می نمودند. پس از درگذشت مومن قناعت در سال 2018 یاد او نیز به این محفل علاوه شد. واقعا این چهره‌بینی خیلی و خیلی مهم است، چون که به وسیله این چهره‌بینی واقعا دانشجویان یک لحظه هم باشد به عالم شعر وارد می شوند و شعرهای استادان که از بر کرده بودند در سر مرقد استادان می خوانند و خیال میکنم که هم یک وسیله خوبی گوییم که هم از نگاه مثلا گومانیسم هم این یک اهمیت ویژه دارد و هم از نگاه کار ثواب و خیر هم این بزرگداشت این روح استادان شعر تاجیک این یک اهمیت خاص هم دارد. در این چهره‌بینی همه سال زیبونیسا قطب‌الدین و همسر لایق شرالی شرکت میکرد، ولی پس از درگذشت او اکنون پیوندان شاعر این تشبس را ادامه میدهند. اخیراً مولودشان در همین پارکی و کل جوانان در اونجا جشن گرفته بودند. بعد یکی فقط میگفت من خدا خواهد اگر که زنده باشم 60 سالگی ما در همین استادیوم اونجا استادیوم میگفتم فرونزه 60 دیگ آش مانده خلق و آششون رو میتهم. مومن قناعت زاده ناحیه درواز در شرق کشور، لایق شرالی باشد زاده شهر پنجکین در شمال کشور بوده و هر دو روز 20 می چشم عالم گشوده‌اند. نه تنها یک روز تقویمی بلکه آنها را شعر و شاعری به هم می‌پیوندد. مومن قناعت داستان سرای برجسته است و لایق شرالی غزل سرا و شاعر لیریکی شناخته میباشد. آنها سالها مولد خود را یک جای تجلیل می‌کردند. حالا هوادارانشان این روز را یک جای جشن می‌گیرند.